اماکن قبول نمیکنه. بله یه بار خاطر کلا پلو شدیم، یه بار به خاطر کشف حجاب کلا بذاریم تا چه یه روز سریعتون میدونیم بذاریم سرتون، اگه داری نه میتونی بذارین. اینجوری ما پلو شدیم. نمیخوام هم گیرتون. آره ولش خدا خب بالاخره ما رسیدیم اصفهان. این هتلیه که گرفتن یه هتل آپارتمان نقلی به شدت تمیز و خوبه. معمولا ساعت 2 هتل‌ها رو تحویل میدن. ما کمی زودتر رسیدیم ولی لطف کردن تحویل ما دادن. اتاقو چک کردن و تحویل هم دادن. خیلی باله. نمیخوای اینجا کجا؟ در دیوار معلوم. خلاصه که ظاهر و باطن آقا همینه. اومدم الان تو نقش جهان دارم میرم به سمت یه جایی بریونی بخورم. چیزم برو ارزم به خدمتت این که این چرا مشتبه اسم اون چیزه چی بود؟ چی؟ کنار لیدوما آقا دارم ویدیو ضبط می‌کنم. سلام آقای ناصری، باز مجدد خوبی میگم. اینجا الان اومدی داخل این نقش جهان، خب حس چی به عنوان حداقل 2 تا عمرانی مهندسین و عمران؟ البته اینجا که خیلی به عمران ربط نداره، بیشتر به معماری ربط داره، ولی بالاخره سازه‌ای که ساختن این که پایداری سازه اون که آره، ولی به این فکر میکنم که اون زمان چقدر علمشون زیاد بوده، چقدر تواناییشون بالا بوده که با کمترین امکانات تونستن یه همچین جایی رو درست بکنن که بعد از هزاران سال هنوز اینجا پابرجاست و فکر میکنم که همچنان هم این عمرش باقی بمونه، زیاد باشه. اگر ازش نگهداری کنم قطعا باقی میمونه، ولی میدونی که این اصالتی که داره، شما وقتی میای اینجا خب یه چیزی که میگیرده اصالتشه. الان وقتی میای داخل اینجا یه حس آرامش داری، درسته؟ یعنی اینو هیچ کسی نمیتونه. این تاج محل میمونه. من خودم نرفتم ولی حس و حال اونجا رو داره و این یکی از شاخه‌هاست که دوران صفویه با تمام بدیایی که تو تاریخ داشته این شکوفایی‌ها رو داشته. این اسبا هم خیلی خفنه. اینجا اینجا رو قشنگ کرده و زیبا و اینجا شما میتونی آلوواپو رو ببینید، یه غروب خوشگل پشت آلوواپو. اونجا مسجدهایی که هستش. الان هم می‌خوایم بریم به سمت یه بریونی، ولی کلهم یکی از اصیل ترین و قشنگ ترین معماری ها رو داریم واقعا. جزو نابترین معماری ها چون اصیله گیراست. و یه مسئله اینه که هستش در مورد هنریه که استفاده کردن، چه توی خوشنویسی، چه توی کاشیکاری، چه توی تاقا، چه توی تاقا، که همه رو خیلی متقارن در آوردن و خیلی مهندسی شده است. موافقم و آدم واقعا انگوش به دهن میمونه که اون زمان هیچ امکاناتی نبوده ولی انقدر کارشون دقیق بوده. خدا اصلا به نظرم بوده، امکانات به زمان خودشون خوب بوده که تونست همچین چیزی در خودشون بوده، ولی خب با همون امکانات خودشون مثلا اون موقع لیزر نبوده، کامپیوتر نبوده. آره با این تقارن در آوردن، ولی خب اونا هم بالاخره یه چیزی مثل شیلنگ ترازی یه چیزی استفاده کردن. شیلنگ تراز شاغولی معقولی بوده استفاده میکردن، ولی واقعا جای خفنیه. من اونجا خیلی مخصوصا مثلا توی سقف آلیواپو که نگاه میکنی، آره از این چیزای چوبی استفاده کردن. ارتفاعی همچین چیزیه، ارتفاع طبقه آخرش که خیلی تمیز و خیلی متقارن کار کردن تمام طرح‌ها رو و هر کدوم از اون قاب هایی که اینا طراحی کردن با هم دیگه متفاوته و این در واقع دقتشون خیلی خوب بوده، عالی بوده، خوب نبوده.
اوه بس دست دیدیم فعلا تا اینجا ما بریم یه بریونی بزنیم بریونی رو بزنیم با ما همراه باشید تا بریونی. چون دفعه چندان تو بریم یه دومه نه؟ امسال بله. امسال دوم. کلا چند بار اومدی؟ کلا فکر کنم 4-5 بار. ولی خب سال قبل که ما بردم بهشت ما خب قبل از اون یه سالش 10-15 سال قبل که اومدم. خوب چه باحال ناریل و خرما اینا چیز میکنن. آره همچین نیست. این فکر کنم این بعد از این بس. آره. ما داریم میریم چیز بریونی اعظم. بعد آدرسشو اینجوری زنگ گفتیم تا اونجا 15 دقیقه پیاده است. پیاده میریم. ممنون. گفتیم قدم زنان تو بازارچه بریم یه دیگه هم تو بازارچه داشته باشیم. چیزا الان به نام رفته بپرسه اینو بریونی خوب کجا. ما گفتیم اعظم ولی ظاهرا اعظم میگن نه بری یه جایی هست گلستان. ما کنیم گلستان. زین دستم میبره. من تخت نمیخوام. ایشون هم تخته میخواد. رفیق ما تخته میخواد. ساولا. آقا تخته میخواد. آقا ما تختتو میدیم. تخته میدیم. ما بگو بریونی خوب کجا؟ کجا؟ مهمونی تو؟ گلستان داداش سونی همینا بود یا من رفتم بریون بخورم یم بریون داداش رفیقم اونجا جامو تو مغازه چیزامو واسه کو بیادش آره داداش 3 نفر این رفیقم میخواد ما رو ببره اونجا اومدیم اصفهان خب میخواد از تمامیت اصفهان من از این فیلم خطریه برام من چرا این فیلم خطریه معروف شی میذاریم نه بحث معروف نیست چرا بچی اصلا خطره برام از چه بابت میدوزنه نه میبرنه بیا گفتم بریونی خوب کجا میگه پس منم مهمون شما دیگه بیا این میگن سوالیه این برای یوتیوبه آره میگیریم برای یوتیوب خوبه خیلی هم عالی کارهای بهتر از این هم آره بابا من کارم این نیست ولی خب این کارم میکنی کارت چیه من کارم طراح و گرافیک ولی این کارم انجام میده تهرانی آره تهرانم من زد بودم یه شرکت تبلیغاتی تهران زدم دارم اونجا که کار میکنی آره نه برای خودم برای خوده سخته اونجوری هم نیستش فکر کنی از اتفاق اینقدر الان تبلیغات باهابه کجا اینجا یا تهران هم دستگاه چاپ اینا خواستی برو دستگاه چاپ که داده بیا بریم نه شوخی کردم خدا به خدا شوخی کردم نه بابا جونه این بریم گلستان ابتدایی همه شاد چطوره الان یه بنده خدای گفت شاد ببین همهش خوبه ولی گلستان غذاش ما میگیم سالم تره یه سری میگن شاد یه سری میگن شادم میتونی بری اگه میخوای شادم اونا من خودم هر جفتش دوست دارم فقط خورش ماسه بخوریم اینجا گرفت خوردم تا یه هفته پیش خوردم الان اینجا خورش ماسه بخورده حتما به عنوان دسر آره. بیا بریم جانم نوکره تو رو خدا به خدا تعارف نه عزیزم آقا اولی انسانی بود که از خود گذشته نه من شوخی میکنم بابا اصفهانی ها اسمشون بعد در رفته متاسفانه با معرفت مهموندا 1 2 این که میگن خصیصیم اشتباه دارن میگن خدا وکیل ما اقتصادی فکر میکنیم مسئله اینجا میدونستی منم یزدی ام من پدر مادرم یزدی و خیلی سرم گذاشتم بذاری تو یوتیوب بدت قوالی ها دمت خدا بریم اینجا رو گفتن دی حالا بریم اینجا رو بریم گلستان اوه چه صفیه قاعدتا جای خوبیه حالا ما میریم سفارشمون رو میدیم داریم چی میشه
الان باز فیلم عکسش تمام شده. اینا واکنشش چیه نسبت به این؟ تا حالا نخورده بریانی؟ اینا شمون نونو میکنی از اون برمیداری یه ذره هم اینا از این چیزا میچکونی توشو میزنی، نارنج میزنی. چه نمایی دارم بگی اینجا به خدا بزن لقمه اول نفهمونم چه شکلی میشه. لقمه اول بزن باشه بزن لقمه اول بعد یه خورشت ماست هم گرفتم، اینم باید بخور به عنوان دسر. آمار رفتیم تو کارش. الان میخوام بهشون خورشت ماست، همش گوشتی گردنه، ماست و اونجور چیزا. گوشت گردن؟ آره بخور مثل حلیم میمونه. نه پسرنی ترشه نه؟ نه اصلا برنازه. به ما اومدیم خب یه جایی همش تلایی میخونه. اینا قرار بره تو یوتیوب ها. بعدش ایشون چند سال ما رو علاف کردی؟ 45 دقیقه. خب آقای ناصری 45 دقیقه و 5 ساعت 45 ساعت. خب ما معطل بودیم، بعد آورده الان به چرخونی ما رو آورده دور عدم عالی قاپو، از دم عالی قاپو آورده این و یه خونه مشروطه البته دمش کرد. اون خونه مشروطه رو رفت یه جوری وایساد در رو زد و بازش کنی. الان فهمیدم که هرچی اینجا در قفل باشه این باز میکنه. ایشون ما رو برداشتن آوردن اینجا. خب خونه مشروطه درش بسته بود، با زور در رو باز کرد. اینجا خیلی عیب خوشگل بود. آب پشته. یه دونه خونه است. آره دیگه چند ایه نگاش کن اینجا. الان هیچ کی اینجا نیست، فقط مایی. چقدر خوبه. آره اینجا خیلی عیب است. بس بریم اینجا ببینیم چیه. اوه واو اینجا رو نگاه کن. چه چراغاش خاموشه. چه کلن آینه است همش. چیز شیشه رنگی استفاده شده. بعد اصلا دلیل اینا رو میدونستی مال چیه؟ بخاطر که پشه و مگس رو دور کنه. آره همین رنگی میگرفتن. سر به سفره خونه حج میرزا، چه حج میرزا. بیا شما ما رو آوردی اینجا توضیح بده. نگاه کن شیر تعزیه. اینجا رو نگاه کن، اینجا که رد میشیم این شکلیه اینجوری. سلامون علیکم. شما یه لحظه میخوام بشینیم. چند نفرین؟ دوستای آقا شما چند نفرین خانم؟ بلنو میخوان شما؟ بله بریم بپرسیم بهتون میدم. شما آقا خب این وقت صحفیتان پر شد برادر، یه چند باید صحب کنیم. من تو نمیرم، فقط میخوام فیلم بگیرم. نه فیلم نه. چرا؟ چرا؟ ای آبرمونو جلوشون میبریم. اگه تو یوتیوب سیگار اینا کشون. سیگار ما آخره. آره یه لحظه اون بازید که شما میگین مال موقعیست که خلوت داشت خانم. بله الان اگه قصد نشستن دارین؟ بله بخواید بشینید.
میتونی برین داخل فیلم برداریم ایجاد مزاحمت بر دیگران نباشید میتونی بگین سیگار اونم آخره خب یه لحظه بله اون آخر خب یه لحظه همه تو دادن شما فامیلتون صادقی چند نفر؟ سه نفر شما چند نفر برادر؟ 3 نفر فامیل لنکرانی می‌نویسه دیگه یکم باید صبر کنه الان میفرستون ظرفیتون پر شد بله تا 5-6 دقیقه دیگه مینداخت شما چند نفری؟ شما چند نفری؟ فامیل؟ جان؟ اسمم خوش آمدید و همچنین شما قربان شما باید حداقل 1000 بار رو سری یا با شاد داشته باشیم ما با کلاه پلم شدیم اگه رو سری نهاریم میتونیم بهتون بدن بزن رو کلاه و بفرم داخل ببینید خانم ما 2 بار پلم شدیم نمیخوام جلو انرژی دونه بگیریم 2 بار اینجا هم این آقا داشت به ما توضیح میداد که ما نمیتونیم اجازه بدیم که شما ورود کنید جویا که شدیم متوجه شدیم که داره به حجاب این دوستمون که دیدید گیر میده ایشون با کرونا ما که حالا نفهمیدیم دقیقا اینا ایشون کجاش مشکل داره خودشون فهم میدونن ما هم مقصد رو بیرون ترک کردیم گفتیم به جهنم والا با این نوناشون بزن بشکن بزن همش بخون آره اومدیم حاج میرزا خب اگه میخواید برید ببینیم این دو گوشیر بخوریم کجا اونم میدون نشی جوان خب تا حالا من که نخوردم الان میخوام تستش کنم بنام بردار خب شروشینین ببینیم چه شکلی میشه ببینم اسهال میشین یا نه ما هم که دست به اسهالمون خوبه همین الان بخوریم شروع میکنه دیگه آره اون همینجا نزدیکه بیا به خدا تو این مزد بایستدیم انگار که میخوایم پیک عرق بریزیم همینجوری آب انام داره میده دو گوشفیل تو این سرما اسهال نشیم صلوات این گوشفیل اینه دوره یا بفرما دو دوغش خوب نیم ترش نیست اصلا چطوره؟ ببریم پس بدیم اون جالبه بنام بخور چه مزهیه چطوره؟ خوبه ترکیب جالبیه آره کجا کشفش کردن اینو هم موندم خب من زیر 33 پل تو خلوت خودم داشتم این سکوها رو دونه دونه رد میکردم همینجور میرفتم جلو که یه صدای توجه منو به خودش جلب کرد به سمت اون صدا رفتم و در ادامه ببینید که چی بود یه صدایی داره میاد آره کلا صدا داشت کمانچه می اومد بزن بابا
دم شما گرم. ای والله دم شما گرم. صبح شده از اونجایی که ممنون. صبح شده از اونجایی که آره از هتل زدیم بیرون بریم یه صبحونه بخوریم و بریم به سمت تهران. دوست داشتیم جایی بیشتری نشون بدیم ولی خب فرصت کم بود و ما چون کاری اومده بودیم اینجا نتونستیم خیلی اونجوری که شاید و باید فیلمونو بگیریم. آن ناصری هوا چطوره؟ هوا چی میگه؟ توپ عالی به خدا. هوا صاف خنک، هوای بهاریه. آره دقیقا انگار دارید آسمون رو نگاه کن خدا که رنگ و خیلی خوب، خیلی خفنه. خلاصه که جای تک تک شما که دارید این ویدیو رو میبینید خالی. اومدیم یه دونه نقش جهان با ناصری اون داره از من میگه من توی کافه خیلی قشنگ سنتی و اینا اومدیم صبحونم رو شب از سر روزگار خوردیم. پیشنهاد میکنم حتما بیاد اینجا و اینجا صبحونه بسیار عالی خوشمزه‌ای داشتم، قیمتش هم تقریبا مناسب و عالی بود. من تو همین سرسراهای مال عالی کاپو بود. ما تقریبا همه جا رو گشتیم چرخیدیم، الان اومدیم باغ 40 ستون. یه چیز جالب اون 2 ساعت داشتیم دنبال باغ 40 ستون میگشتیم، هتل ما کلها انقدر جاش خوب بود به همه اینا نزدیک بود و من حتما تو کپشن اسم هتل اصلا اینجا میزنم که شما بعدا هم خواستید بیاد بگید. یه هتل آپارتمان 8 به 8 به شدت عالی، به شدت، یعنی انقدر دسترسیش خوب بود و تمیز و قیمتش مناسب که خودم سورپرایز شدم. الان مثلا با نقش جهان و 40 ستون کلا 1 دقیقه پیاده. همه چی داره. ببین این عالی قاپو خب از روبرو 2 طبقه است، بازآبی 45 درجه 3، بازآبی 90 درجه 4، از پشت سر 5، ولی وقتی واردش میشه 6 طبقه. حالا اینجا رو ببین. ببین خیلی ها فکر میکنن این 33 پله، در حالی که این پل خواجوه شاهنشین داره، اما 33 پل یه نواخته. اون کلیسای بانکشه، اون 40 ستونشه که کوچیک و بزرگه. اگه سن مخاطب تو بهم بگی خود میگم تو بر اساس سنش هم کوچیک میتونه بسازه هم متوسطش. نه بابت اون نبات عالی قاپو که گفتی دره رو برداشت آورد، اون خیلی واسه من جالب بود. اونو خیلی ها نمیدونن. آره 90% آدم میان میبینن. همون رو می‌خواستم توضیح بدی. گفتی که اون درشو از شاه عباس میاره به اسلام. به احترام از بهش میگن علی قاپو. قاپو هم که به ترکی یعنی در، یعنی دری که منتصب به حرم قاپو میشه. قاپو اون مدلی که بهت گفتم اونه که دستشه، پس اونو میاره میذاره اونجا میشه علی قاپو که همون علیه. باریکلا بسیار هم میشه عالی. آقا میدونی اینجا چرا اسمش 40 ستونه؟ 40 تا ستون داره. نه خیر. چرا؟ اینجا 20 تا ستون داره. خب ولی زمانی که شما توی آب نگاه بکنی و رفلکت این میفته تو اون کاخ توی آب میفته میشه 40 تا ستون. این نمای کلی 40 ستونه از این فاصله بسیار هم عالی.
هر چی بگم این بخشای نوشش پاک شده، بعد قشنگ طلاکوبی کردن، خیلی قشنگ، خیلی. خب همراهان عزیز، سفر یه روزه من و بهنامم به شهر زیبای اصفهان به پایان رسید و الانم در حال برگشت به سمت تهرانیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو و این سفر لذت برده باشین و منو در ویدیوهای بعدی همراهی کنید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه تا از آخرین ویدیو با خبر بشید. اگر نظری، انتقادی یا پیشنهادی دارید حتما تو کامنت به اشتراک بذارید که حسابی استقبال میکنم. در آخر دوستتون دارم و امیدوارم در ولاگ بعدی همراه من باشید. خدا نگهدارتون.